پیش از همه من تمام مردم، تمام انسان هایی که رادیوی آزادی و تمام برنامه های رادیو آزادی رو تماشا میکنن و میشنون، به مناسبت فرارسی سال نو میلادی از صمیم قلب از نام خودم، از نام کل مردم تاجیکستان، از نام همه ما گروه شمس تبریک و تهنیت میگویم. خوشی های زندگی رو در خاندان یکایک تمام انسان ها تمنا دارم. بگذار که دائما خوش و خرسند باشند در خانه هاشون، سرود باشد، شعر باشد، گرمی باشد و گرچنده که سال نو میلادی این یک سال یک جشن افسانوی است. بگذار که دائما در خانه های یکایک تمام مردم افسانه باشد. سال 2014 برای ما شخصا، برای گروه شمس و برای من یک سال خیلی هم برقرار بود. خب یک ترانه شما بلالزار امسال خیلی سرشنونده بود و صاحب چند جایزه هم شد، از جمله همین جایزه سرودی سال. خب وقتی این ترانه رو تهیه میکردید خودتون چی امیدها داشتین؟ باور داشتید که این میتواند اینقدر زرانگیز؟ وقتی که اولش که این سرود بلالزار، این سرود بلالزاره که امروز مردم میشنود و شنوید، این یعنی که این محصول کار من از شخصا، ولی نگفته نموند که ریشهش از ریشه موسیقی سنتی مردم ما بود. یعنی که یک وقتا پدر من این سرود رو زمزمه میکردن ولی با این اسلوب نه. یعنی که من گرفتم یک الهام، یک بعضی نازکی های گرفتم از اون دوره هایی که از قدیم می اومدن و وقتی که ما این سرود رو ثبت کردیم، حتی من با یک چند شاعرها مراجعت کردم، سخنا برای این موسیقی گویا که میخواستم پیدا کردن برای این موسیقی سرود، یعنی که سخن مراجعت کردم به یک چند شاعرها و اونها برای من یعنی که سخنان نوشتن، ولی یکون سخن با این چیز موافق نآمد، با این آهنگ موافق نآمد و دوباره من برگشتم که چخیلی که من در کودکی این سرود رو می سراییدم با دیگر اسلوب، با دیگر یعنی که موسیقی و این سخنانی که از سخنان از شاعر ما سردار رادار و سخنان یک دو ربایی از عمر خیام و یک ربایش از خلقی است، یعنی گرفتم و با این اسلوب یعنی که این سرود رو سراییدم و باوری داشتیم، باور کنید که باوری داشتیم که این سرود یک سرود معروف می شود. برای چی؟ برای اونه که من فهمیدم که این اصل است، چون که ببین که وقتی که این سرود می خوانیم و می سراییم همه مردم با وجه می دونن، با رقص می دارن، با خوشی می دارن، در یک ترانس می دارن. برای چی؟ برای اینکه بعدا من فهمیدم که این که از موسیقی سنتی است، قدیمی است، یعنی که ریشه است و این سرود میتونه که به گنه کود آدمو یک تاثیر برساند و اونها به طور اتوماتیکی به رقص بازی میگیرن. شکر است، از خنده تو قلب و اصل میرسد.